پامیر بدخشان افغانستان منطقه خاص و دورافتاده‌ای است که در دورترین نقطه از ولایت بدخشان واقع شده است. به علت عدم توجه دولت‌ها به این منطقه، زندگی مردم آنجا هنوز به شدت با گذشته‌اش که شباهت‌های به دوران اولیه دارد تأثیرگذار است. مردم پامیر به دو بخش اصلی، پامیر کوچک و پامیر بزرگ تقسیم می‌شوند. شغل اصلی مردم پامیر مالداری است و آنها غالباً غژگاو، گوسفند، بوز را پرورش می‌دهند و محصولات لبنیاتی، پوست، پشم و غیره را تولید می‌کنند که عایدات اصلی آنها را تشکیل می‌دهند. در این منطقه تأمین خدمات مکتبی، درمان و کلینیک ندارند. مبادله با پول وجود ندارند و مردم جنس به جنس معامله می‌کنند. کسانی که غژگاو یا گوسفند می‌خرند باید بجای آن جنس‌های مانند چای، صابون، قالین، نمک و غیره را بدهند. خانه‌های گلی در این منطقه بسیار کم و نادر هستند و مردم بیشتر در خانه‌های پشمی که آن را خیرگاه مینامند زندگی می‌کنند و بسیار نزدیک به حیوانات خود زندگی می‌کنند. به علت کمبود اکسیژن در این ارتفاعات، رشد نفوس در پامیر بسیار کم معمول است و اکثر نوزادان در اینجا میمیرند و مادران نیز در زمان زایمان بسیار مستهلک میشوند. آمار نشان میدهد که در هر 100 تولد تنها 10 زن زنده میمانند و بقیه‌اش از بین میروند. اغلب اطفالی که زنده میمانند به دلیل اینکه مادرانشان در مناطق دیگر از بدخشان کودکان خود را به دنیا می آورد و بعد از چند سال به پامیر منتقل می شود. این اطفال مانند پدرانشان به پرورش حیوانات و غذادهی آنها مشغول می شوند. مسافت طولانی تا مارکت یا مکان خرید و فروش باعث می شود که مردم پامیر محصولات حیوانی خود را به قیمت بسیار پایین عرضه کنند. گاهی محصولات آنها توسط شرکت‌های چینی خریداری می شوند که فرآورده‌های لبنیاتی مانند پنیر، خرود، مسکه، قیماق، شیر و چکه را تولید میکنند. اما انتقال آنها تا مرز بازار مشترک چین و افغانستان که در آنجا واقع شده زمانبر و دشوار می باشند. به همین دلیل اقتصاد مردم در پامیر تغییر چندانی نمی کند. در پامیر مردم متشکل از قرغیزها و مردم بومی پامیر هستند. قرغیزها بیشتر مذهب سنی را دنبال میکنند و اقلیت اسماعیلی نیز در این منطقه زندگی میکنند. هر کسی که تصمیم به سفر به پامیر میگیرند حتما پس از ورود به این منطقه مهمان یکی از مردم پامیر میشوند، زیرا هتل یا مکانی برای اقامت در اینجا وجود ندارند. مردم محل به زودی یک گوسفند را ذبح میکنند و تمام گوشت آن را پخته و با کله و پاچه ها در کاسه های بزرگی برای مهمان آماده میکنند. برای مهمانان معززتر کله گوسفند پخته شده را همچنین در کنار گوشت میگذارند. جالبتر از همه این که وقتی ظروف پر از گوشت به دسترخوان آورده می شود، حتی یک ذره از آنها از خود بر نمی گردند. به دلیل ارتقای بالا و شرایط سخت آب و هوایی، درختان و میوه ها در پامیر وجود ندارند و ترکاری و سبزیجات هم در اینجا رشد نمی کنند. غذاهای مردم اصلی این منطقه از گوشت حیوانات و لبنیات تشکیل شده است. لباس های مردم پامیر از مواد محلی ساخته می شوند. به ویژه از پشم، پاپوش هایشان بیشتر از چرم تهیه می شوند که توسط خودشان ساخته و بسیار محکم و مقاوم است. در یک سال فقط 2 ماه فرصت برای رفت آمد انسان ها از پامیر به مرکز واخان وجود دارد و هر چیزی بیشتر از این نیاز به پیاده روی طولانی تر دارند. اگر کسی در طول 10 ماه با مشکلات سلامتی روبرو شوند، باید بدون درمان بمیرند. مردم پامیر تاکنون از سودی در زمینه توسعه عمرانی و ارائه خدمات عامه بهره نبرده‌اند. حتی در دولت فعلی که به اعتقاد آنها در وعده‌های خدمت رسانی خود بسیار صرفه‌جویی و ناصادقی را بالا برده است. آنها تا به حال به نیاز ابتدایی خود که شامل ایجاد یک جاده برای تسهیل ترانسپورت از وسایل نقلیه است نرسیدند. برای اولین بار تعداد از قرغیزهای ساکن کوهستان پامیر در ولسوالی واخان ولایت بدخشان تابعیت افغانستان را به دست آورده است. اداره ملی احصایه ثبت احوال نفوس افغانستان که تحت کنترل طالبان است اعلام کردند که هیئتی به پامیر رفته و برای 571 نفر از ساکنان این منطقه
تذکره یا سند تابعیت افغانستان را صادر کرده است. قرقیزی‌های ساکن پامیر از ساکنان قدیمی بدخشان افغانستان هستند که به دلیل دور افتادگی مکان سکونتشان و صعب العبور بودن مسیرهای ارتباطی به پامیر با سایر مراکز و شهرهای افغانستان کمتر تماس دارند. برخی از ساکنان پامیر هیچ وقت به شهرهای دیگر افغانستان سفر نکرده است و از وضعیت افغانستان زیاد نمی‌دانند. ساکنان پامیر در مستندهای تهیه شده توسط رسانه‌ها در سالهای اخیر اظهار داشتند که به هیچ امکانات از جمله خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند و هر سال تعداد از مادران، نوزادان و سالمندان به دلیل بیماری‌های فصلی جان خود را از دست می‌دهند. دولت‌های پیشین افغانستان چندین بار وعده دادند که مسیرهای ارتباطی به محل سکونت قرقیزی‌های ساکن پامیر را هموار می‌کنند، اما امکانات مانند مدرسه و مراکز درمانی فراهم کنند، اما تا به حال این اقدامات انجام نشده است. اگر هم انجام شده است به صورت بسیار کمی انجام شده است. در سال 2018 یک گروه 23 نفری از نوجوانان و مردان قرقیز به منظور آموزش و فراگیری به شهر اوش در قرقیزستان رفتند. پس از آن بزرگان قوم قرقیز از دولت افغانستان خواستند تا زمینه تحصیل کودکانش را فراهم کنند وگرنه مجبور میشن افغانستان را ترک کنند. به دلیل بی‌توجهی مستمر دولت‌ها به مسائل این قوم، نمایندگان قرقیزی‌های ساکن بدخشان از دولت قرقیزستان خواستار کمک شدند. در سال 2022 دولت قرقیزستان اعلام کرد که قرقیزی‌های ساکن پامیر بدخشان را به شهر اوش انتقال می‌دهند تا در آنجا از امکانات مانند مدرسه و خدمات بهداشتی بهره مند شوند. این روند هنوز آغاز نشده است. همچنان ناگفته نماند که کار اعمار نزدیک به 50 کیلومتر سرک راه ابریشم که بدخشان را به کشور چین وصل می‌کند آغاز شده است و کار آن جریان دارد. این سرک با طول نزدیک به 50 کیلومتر و عرض 5 متر از منطقه بزهای گنبد پامیر خردی ولسوالی واخان آغاز و الی سرحد چین امتداد دارد. هزینه مجموعی این پروژه علاوه با ترمیمات بعضی نقاط آسیب دیده سرک پامیر خرد بیش از 369 میلیون و 579 هزار افغانی می باشد. یک راهکار برای بهبود وضعیت مردم پامیر بدخشان می تواند شامل ایجاد تغییرات در چندین زمینه باشد. ابتدا ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد کلینیک ها و تأمین پزشکان و پرسنل بهداشتی میتواند به بهبود وضعیت سلامتی مردم کمک کنند. همچنین ایجاد زیرساخت های مورد نیاز از جمله جاده ها و شبکه حمل و نقل برای اتصال پامیر به بازارها و مناطق دیگر افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین ایجاد مدارس و امکانات آموزشی مناسب برای کودکان میتواند به تحصیلات آنها کمک کرده و افزایش آگاهی مردم در خصوص تغذیه سالم و بهداشت شخصی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این راهکارها نیازمند همکاری دولت‌ها، سازمان‌های غیر انتفاعی و سازمان‌های بین‌المللی هستند تا بتوانند بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم پامیر بدخشان را تسریع کنند و به آنها امکان دسترسی به خدمات بهبود یافته و فرصت‌های بهتری برای زندگی ارائه دهند. من ویدیو را در اینجا به پایان میرسانم. لطفاً در این کانال عضو شوید. تا ویدیوهای دیگر بدرود.